یکی از خادما به من ما یک اقوامی داریم تهران، یکیشون خانواده 4-5 نفری هن، از اینان که اروپا میرن، آمریکا میرن و خیلی عالی و اینها. تو این چند سال مشهد نیامد. یه رو من تهران بهشون گفتم بابا ما مسلمانیم، شیعه‌ایم، چرا مشهد نمیاد؟ یه زنش گفت مشهد مال یه مشت با برهنه و گداگشناست، ما چیکار داریم با آقا رضا؟ کسی من ناراحت که آدم به پول میرسه بی تربیت میشه. گفت من هیچی نگفت. چی میگه؟ میدونستم به من خادم حرم امام یه مشت بی سواد و نمیدونم با برهنه و گداگشنه و بیچاره، ما چیکار نداریم با آقا رضا. گذشت چند سال بعد به ما زنگ زدن ما میخوایم بریم مشهد. من بیچاره یه ساله بودم بعد چی شده مشهد؟ گفت شنیدیم شاندیزش خیلی قشنگه، دیدی حالا که میخوان بیان برای ترقبه و شاندیز اینا میخوایم خونه شما هم بیاین. گفتم قدم دروش. آمدم حرم گفتم امام رضا یه مشتی تربیت میخوان بیان، من به خاطر شما، چون هر کی پاشو تو مشهد بگذارا چه حرم بیاد چه نیاد زائر امام رضا، مهمون امام، من به خاطر شما از اینا پذیرایی سعیم هم میکنم کمکم هم بکنی چند روزه تحولی. و اینا آمدن و دیدم نه بابا اینا حرف داره کارش. رفتن آمدن، منم بهترین سفره بهترین پذیرایی. یه هفته در رو موندن و روز آخرم رفتن و خداحافظی کردن و پاشو تو حرم نگذاشت. منم هیچی نگفتم چون میترسم میکردم حرف بزنم توهین بکنن و اینها. رفتن و در خونه رو که زدن به هم رفتن، من گریم گرفت یا امام رضا بیشتری اینا رو به ما ببخش. نه نمیفهم، نه حالا 4 تا پول گیرشون اومده حالیشون تو آغاز زنمون گریه کن، خودمون گریه کن، بچه‌هامون گریه کن، چون داشتیم منفجر می‌شدیم که اینا اینقدر ادبن. گفت تا دم همین کجاست بازار رضا؟ گفت بازار رضا آمدن تو حرم نره. گفت 2-3 ساعت گذشت دیدیم در میزن. در باز کردم دیدم که همین خونوادن، اما آشولا پریشون، یعنی عباس موهاشو کنده، صورتش سیلی زده قرمز، مرد یه جور، بچه‌ها یه جور. بچه‌ها این تصادف کردن. چی شده؟ گفتن هیچی، تو رو به جان امام رضا ما رو بزن. ما غلط چی شده؟ اونا گریه کن، ما گریه کن. اونا گریه از خجالت، ما گریه از خوشحالی. الحمدلله اینا چی شده؟ گفت وقتی از مشهد رفتیم بیرون تو جاده تهران قرار بگیریم، خانم ما شوخیش گرفت، شیشه رو کشید پایین، سرش رو برد بیرون، دستش هم برد بیرون، به صورت متلک به امام رضا گفت آقا رضا 10 روز تو شهرت بودیم، 1 هفته تو شهرت بودیم، خیلی خوش گذشت، بای بای ما رفتیم. ما هم خندیدیم. خب آقا رضا 14 روز و همیش روز تو شهرت بودیم، خوش گذشت، بای بای. ما هم خندیدیم. شیشه رو داد بالا و خسته بودیم، خوابش برد. یه وقت از خواب بیدار شد مثل دیوونه ها، گفت یا بزن کنار منو پیاده کن خودم برم، یه برگردیم بریم حرم امام رضا. گریه چی شده؟ گفت خواب دیدم علی بن مصطفی فرمود خیلی خوشحالم از اینکه به شهر ما آمدی، مثل خوش گذشت. خیلی شما تو حرم من نیومدید ولی من چند روز منتظرتون بودم بیاد، ولی حالا که دارید میرید همین بای بای که کردی من یه زیارت برات نوشتم. این بای بای رو نبود. ای امام رضا، ای امام رضا.